با سلام خدمت همراهان عزیز، با آموزش ویدیو و موزیک در خدمتتون هستم. ابتدا وارد برنامه انشاط میشیم. از قسمت ویدیو مد نظرمون رو وارد میکنیم. خب ویدیویی که وارد صفحه کردیم میریم رو قسمت بوم و تصویرمون رو فیت میکنیم. خب وقتی که تصویرمون رو فیت کردیم، اگر کلیپی که وارد کردید صدایی داره و شما نمیخواید اون موزیک روش باشه و میخواید تغییر موزیک بدید، وارد قسمت جلد میشید، صدا رو تا آخر میبندید، تایید رو میزنید. در اینجا دوباره وارد قسمت موسیقی میشیم. از قسمت موسیقی آهنگ که مد نظرتون هست و وارد کلیپ خودتون میکنید. یه مقدار از آهنگو گوش میکنیم ببینیم از کجای به بعد آهنگو میخوایم روی کلیپ خودمون قرار بدیم. من یه مقدارشو حذف میکنم و از جایی که میخوام روی کلیپ باشه رو اضافه میکنم. خب ما قسمتی از موزیکو که میخواستم روی کلیپ هم باشه رو آماده کردم و اضافهشو برش دادم. بعد از اینکه موزیکمون رو وارد کردیم میریم قسمت فیلتر و از قسمت تنظیم کردن یک مقدار نور تصویرمون رو کم میکنیم. نور تصویرمون رو اینجا درست کردیم، تایید رو میزنیم. در اینجا باید قسمت PIP رو وارد بشیم و اکولایزری که از قبل دانلود کردیم رو وارد صفحه میکنیم. سایزش هم مناسب میکنیم، در هر جای از کلیپ که میخوایم قرارش میدیم و بعد میریم گزینه تلفیق. روی این گزینه میزنیم و تایید رو میزنیم. میبینیم که اکولایزر ما روی ویدیو قابل اجراست. اینجا برای زیباتر شدن کارمون من یه متنی هم مینویسم و زیر اکولایزرم قرار میدم. خب بدین صورت کلیپ ما آماده شد، ذخیره میکنیم. امیدوارم که از ویدیو امروز و آموزش امروز خوشتون اومده باشه. با آزاد کارشو همراه شو.